مدیریت یعنی چی بچه‌ها؟ آقای سایمون میگه مدیریت در یک کلمه یعنی تصمیم گیری. مدیریت بچه‌ها یعنی یک تصمیم گیری. مدیر کسی است که تصمیم میگیرد. مدیر کسی که قدرت تصمیم داره. وقتی شما میشی سرپرست تا حدی مدیری، تا حدی برای نیروهای زیر مجموعه تصمیم میگیری. پس شما باید یاد بگیری اصول تصمیم گیری یعنی چی، چارچوب‌های تصمیم گیری چیا هستن. اینجا خدمت شما نوشتم که مدیران برای اینکه بتونن تصمیماتی بگیرن که با ریسک تصمیم گیری غلط کمتری همراه باشه، از 4 تا ابزار استفاده میکنن. پس نکته سرپرست عزیزم، مدیر دلبندم، هیچ تصمیمی نیست که ریسک تصمیم گیریش صفر باشه. پس همه تصمیمات یه ریسکی دارن. برای همین انشالله بچه یه روزی سمیناری بذاریم تحت عنوان سمینار مدیریت ریسک. میگه ریسک وجود داره، اما من چیکار کنم ریسک رو مدیریت بکنم، درجه خطاشو کمتر بکنم، احتمال آسیب پذیری رو کمتر بکنم. ولی صفر نمیتونیم بکنیم. چرا نمیتونیم صفر کنیم؟ چون همه چیز در اختیار ما نیست.